کمک‌های آقای امیررضا آشور ماهانی و احد سلطانی بر عهده داره. داور چهارم هم آقای مسعود حقیقیه. با سوت داور بازی آغاز شده. بازیکنان استقلال توپ رو به جریان بازی آوردن. استقلال بلند به حوالی محوطه جریمه کنترل کرده. اونجا محمد حسین اسلامی این فرصت رو ببینیم برای آبی پوشان میزبان از سمت راست سامین رضاییان اضافه شده و میتونه موقعیت خلق بکنه به روی دروازه پیکان و ارسالش به دهانه دروازه با برخورد به مدافعان پیش رو توپ راکی کورنر میشه. حاصل حرکتشون ضربه کورنر از سمت چپ دروازه پیکان. ضربه ایستگاهی برای بازیکنان استقلال. ارسال کاتا به دهانه دروازه و این بار هم توپی که در آغوش حسین شهریاری قرار میگیره. رازین یحتران در ورزشگاه آزادی پاس تو در بین مدافعان حوالی محوطه جریمه موقعیت برای پیکانی ها. ضربه‌ای که زده میشد تو دقیقاً همون جایی میره که رضاییان نشون میده برای سانت. حالا سانتش انجام میده به تیر دورتر و به پرواز در میاد حسین شهریاری و توپ رو روی هوا مهار میکنه. میتونه خطرناک باشه به روی دروازه استقلال. معطل میکنن و برمیگردن بازیکنان استقلال و ضربه ناریمان جهان از پشت محوطه جریمه. در دو مرحله توپ رو جمع کرد سید حسین حسینی. شروع مجدد بلند سید حسین حسینی در برگشت بازم پشت محوطه جریمه. موقعیت میره که فراهم بشه برای آبی پوشان استقلال. میکنن برای اندونگ. بهتر از این میتونه ضربهش رو به توپ بزنه اندونگ. ضربه پای چپش اجازه رو بهش نمیدن. توپ برگشتی به اندونگ رسیده پشت محوطه جریمه. ضربه دیدنی اندونگ. ولی نتونست که از تکروی خودش موقعیتی به وجود بیاره. یه برخوردم داره و نقش بر زمین میشه. داور نزدیک به صحنه است و کارو دنبال میکنه. اندونگ اثرگذاریش روی توپ کامل نیست و مالکیت کماکان در اختیار سفید پوشان پیکان. پاس به محوطه جریمه. موقعیت برای بازیکنان پیکان. خطرناک و نفسگیر این توپ از کنار دروازه با کمترین اختلاف ممکن به بیرون رفت. قفلت در خط دفاعی استقلال میرفت کار دست این تیم بده. ببینیم با هم صحنه آهسته رو. این پاس زمینی به مقابل دروازه رضایی کنترل و ضربش. سید حسین حسینی خوب اومد از دروازه بیرون و زاویه رو تنگ کرد و کارو سخت کرد برای رضا رضایی. هرچند که مدافع آرمین سهرابیان و زرقام سعداوی شکل گرفته در این بازی. چشمی پشت محوطه جریمه. پاس کوتاه برای آزادی به توپ هم رسیده. ارسالش به روی دروازه. فرصت برای بازیکنان استقلال. تک و تنها بود اونجا چشمی و یه بازیکن. وارد زمین استقلال شدن. پاس در از پشت محوطه جریمه. موقعیت برای بازیکن پیکان میره که فراهم بشه در محوطه جریمه. کم تعدادن. پاس در از در مقابل دروازه. توپی از مقابل پای بازیکنان رد شده. نریمان جهان ضربه فنیش به سمت چارچوب. باز هم خطرناک و نفسگیر ضربه‌اش از کنار دروازه به بیرون رفت. سمت راست خط دفاعی استقلال کاملا خالی بود و بازیکن پوشش نداده بود. اون منطقه از زمین رو از راه رسید نریمان جهان و این کنترل ضربه بغل پای راستش که با این اختلاف توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. همکاری بازیکنان پیکان در میانه زمین. پاس رو به جلو. نریمان جهان پشت محوطه جریمه. پاس کوتاه میده در محوطه. موقعیت برای پیکانی ها. اضافه شد از سمت راست علی اکبر رنجبر ولی ضربه پای راستش از دقت لازم برخوردار نبود و توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. باگ دارن در خط دفاعی استقلالی ها تو این بازی. این فکر کنم سومین توپیه که بازیکنان پیکان تونستن بیارن به روی دروازه این تیم و دست زدن ضربه نهایی دقت لازم رو نداشتن و نتونستن که یه نفر به نفر در محوطه جریمه. ارسال کاتا به روی دروازه. ضربه سری که زده میشه در مقابل دروازه. اونجا خودش رو پرتاب کرد به سمت توپ آرش رضاوند ولی نتونه ضربه نهایی رو بزنه. اینجا خروجش ناموفق بود و ناایمن حسین شهریاری و خوش شانس بود که اینجا رضاوند نتونست. حسین شهریاری با زرقام سعداوی. بعد ببینیم که نظر تیم داوری چه خواهد بود در قبال این صحنه و برخوردی که در محوطه جریمه پیکان اتفاق افتاد. ببینیم چه تصمیمی رو اعلام خواهد کرد. کارت زردی که به مهدی شریفی تعویض شده میده. پنالتی رو اعلام میکنه برای استقلال.
سکوها رو به هوا میبره با این تصویرش. اعلام ضربه پنالتی برای استقلال. از این فرصت هم استفاده میکنه مجتبی جباری، صحبت میکنه با مدافع جوان زرقام سعداوی که تونسته پنالتی رو بگیره برای استقلالی ها. حالا حرکت میکنه به سمت توپ. رضاییان یه مرگ ضربش به زاویه مخالف، توپ و دروازه‌بان رو به دو سوی متفاوت میفرسته. رامین رضاییان دروازه رو باز میکنه. نتیجه 1-0 به نفع استقلاله. شادی که به سمت سکوی آبی پوشان میره. بالاخره تونستن گلزنی بکنن تو این دیدار از روی نقطه پنالتی. رامین رضاییان پیام آور شادی برای هواداران استقلاله. صحنه‌ای بود که پنالتی اعلام شد برای استقلال در برخورد دروازه‌بان پیکان مدافع استقلال و در نهایت رضاییان ضربه محکم و جودار با پای راست به زاویه مخالف دروازه‌بان و توپ رو به تور دروازه سنجاق کرد. مسعود جمعه هم به ترکیب میاد برای وقفه طولانی. رضاییان استرش به مقابل دروازه. این ضربه سر تاق دروازه، گل دوم، ولی پرچم بالا میره و اعلام آفساید میشه. باز هم اعلام آفساید و این بار در صحنه‌ای که گل به ثمر رسید برای استقلالی ها. اینجا رامین رضاییان اصراری که انجام داد مشخص کاملا جلوتر بودن بازیکنان استقلال و ضربه سر آرش رضاوند در موقعیت آفساید بود و پرچم به درستی بالا رفت.